یک زن خوشتیپ یک شب توی یه هتل در کالیفرنیا میمونه. روز بعد موقع تصفیه حساب $600 فاکتور میذارن جلوش. با تعجب میپرسه چرا اینقدر زیاد؟ پذیرش میگه ما بهتون اجازه استفاده از استخر، سلف سرویس و باشگاه رو دادیم. خودتون استفاده نکردید. زن یک اسکناس $100 میذاره روی میز و میگه خب با کسر $500 بابت شبی که با من گذروندی، اینم $100 باقی مونده. پذیرش جا میخوره و میگه ولی همچین اتفاقی نیفتاده. زن میگه من پیشنهادش رو دادم، خودت استفاده نکردی. داشتن بحث میکردن که صاحب هتل میرسه. پذیرش رو توبیخ میکنه و کل صورت حساب زن رو میبخشه. موقع رفتن زن صاحب هتل رو میبینه که کلافه پشت تلفنه. میپرسه چی شده؟ صاحب هتل میگه اجاره $500,000 هتل نزدیکه و ریالی پول ندارم. از 300 نفر هم نتونستم قرض بگیرم. زن میگه چرا قرض؟ هتل به این عظمت خودش $500,000 رو در میاره. صاحب هتل میگه چطوری؟ زن میپرسه چند تا اتاق داری؟ میگه 100 تا که همیشه 50 تاش خالیه. زن میگه این یعنی اتلاف سرمایه. من راهی میگم که ظرف یک هفته $500,000 جمع کنی. ادامه میده برو پیش 50 تا کارواش دور و برت. بهشون بگو اگه $10,000 بهم بدید یک اتاق هتل رو برای کل سال در اختیارتون میذارم. بعد به مشتریاتون بگید با $40 شارژ کارواش یک شب اقامت رایگان در هتل جایزه میگیرن. با این کار هر کارواش $150,000 سود میکنه. تو هم از 50 تا کارواش کلاً $500,000 نقد میگیری و اجارت در میاد. تازه وقتی مشتریهای کارواش اومدن هتلت بهشون بگو اگه از ودیعه $50 بگذارن $500 اعتبار عضویتی میگیرن. اینطوری مشتری کارواش رو میکنی مشتری دائمی هتلت و میلیون‌ها دلار سود میکنی. صاحب هتل با شگفتی میپرسه تو اینها رو از کجا بلدی؟ زن میگه بچگیام پدر مادرم کتابی بهم دادن، یادم داد قدرتمندترین چیز دنیا پول نیست، نوع تفکره. ثروت از استراتژی میاد نه کارگری. سود از ساختار میاد نه جان کندن. هیچ موفقیتی از اول بزرگ نبوده. همه از یک تصمیم کوچک شروع شدند. اگر کسی تونسته یعنی غیر ممکن نبوده. فقط حاضر شده بیشتر از بقیه ادامه بده. بین آدمهای معمولی و آدمهای موفق استعداد تفاوت اصلی نیست. پشتکار و جرأت شروع کردن است. تا وقتی خودت به رؤیات ایمان داشته باشی هیچ هدفی دور از دسترس نیست. کتاب از 0 به 1 بهت یاد می‌دهد چطور مسیر خودت را بسازی و ایده‌هایت رو به موفقیت واقعی تبدیل کنی. برای سفارش کلمه 0 رو کامنت کن.